اینجا نزدیک کنیتیاتر وطن دوشنبه همان مکانی است که شاهرخ اسماعیل روز 12 اپریل بازداشت و به ارتش برده شد. به گفته همکارانش آن روز شاهرخ از جای کارش از تلویزیون دوشنبه برآمده بود. لحظه زوراً به ماشین سوار کردن این کارمند تلویزیون را نفری از داخل ماشین ثبت کرده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان میگوید حادثه سربازشکار و یا ابله نبود. فریدون محمد علیزاده از سخنگوی وزارت دفاع گفت مقامات چند مرتبه به شاهرخ اسماعیل دعوتنامه دادند تا به کمیسریت حربی حاضر شود، ولی به گفته سخنگوی وزارت شاهرخ اسماعیل اختیاراً حاضر نشد و بعداً نامش را به کارمندان پلیس دادند تا او را حاضر کنند. در وزارت دفاع تصدیق کردند که شاهرخ اسماعیل قابل خدمت دانسته شد و به صف ارتش فرستاده شده است، ولی پیوندان این کارمند تلویزیون به حرفهای مقامات راضی نیستند. عبدالله، یک از برادران شاهرخ اسماعیل، در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها از دادستانی حربی تقاضا کردند تا سلامتی برادرش را سنجد. پیوندان شاهرخ اسماعیل راضی نشدند که در نزد کامرا صحبت کنند. برادر این کارمند تلویزیون گفت اگر برادرش با دعوتنامه حاضر نشد چرا او را نه از جای زیستشان بلکه از پایتخت زوراً گرفته بردند. شاهرخ اسماعیل 24 سال دارد و ساکن جماعت قبله‌ای ناحیه رودکی است. دوام 2 هفته اول دعوت بهاری جوانان به ارتش این یگانه حادثه نیست که ساکنان از ابله شکایت دارند. اول همین هفته 100 متر دورتر از اینجا از نزد دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان یک جوان را زوراً به یک نقلیات سوار کرده بردند. این نوار را بلاگر تاجیک دلیر امام علی نشر کرد و شاهدان گفتند که این جوان را ابله کردند. همه ساله در تاجیکستان 2 مرتبه بهار و تیر ماه دعوت جوانان به ارتش صورت میگیرد. تقریبا در هر موسم دعوت شکایت ها از وجود سربازشکار و یا ابله رسانه‌ای می شود. مقامات اکثر وقت جای داشتن ابله را رد میکنند و میگویند که جوانان با خواهش خود به خدمت می روند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی، دوشنبه.